این چیه؟ یه شیء فلزی استوانه‌ای. بوتی کنسرو دیگه. چرا رفتیم اون روستا؟ سرکار ما 3 نفر بودیم تو رو دروایسی رفتیم. وقتی رفتیم به اون روستا قوطی کجا بود؟ سرکار ما 3 نفر بودیم تو رو دروایسی رفتیم. خیلی سوژه خوبیه برای مستند. اگر 3 نفر شدید من مهدی هم میفرستم باهاتون تصویر بگیره. سیر آوردیم و آهن. میگن سیر و آهن جن‌ها رو از آدم‌ها دور میکنه. ما هم برای امنیت بیشتر با خودمون بردیم. البته من بردم. خواهد بیا دیگه. بسم الله. نکن خب. من نزدم بهش. بابا نزن بهش. کی زد؟ من زدم. خدا لعنتت کنه. آقا دستاتون رو بدین. اومدیم تا اینجا دیگه. سوراخه چیه؟ هیچی چرا اینو خراب کردی؟ سوراخه هم یه عروسک افتاده توش ولی به شکل فجیعیه. آقا میشه به شکل فجیعیه. باطری دوربین تموم شد. چرا اینو خراب کردی؟ بیا بریم. چی صداش اینجوری؟ دوباره یه عروسک. حاجی من دیگه نمیام اینجا. منم نمیام. چی شد؟ قطع شد؟ یه لحظه واسه یه مشکل من خوردم. اینجا وای نمیسم. باشه ساکت. میخوام ببینم اصلا بریم تو یا نه. خب بگو نمیرم. بریم یا نریم. دست منو ول کن. یه لحظه نمیمیری. امیرعلی فقط داری الان انرژی منفی میدی. اینجا اتاقاشونه میشه نریم؟ بیاید. باورتون میشه از استرس نفسم ما رو چقدر خوب موند. بچه‌ها سید نیست. بچه‌ها بریم. بچه‌ها بدوین. بودو معلوم نیست سید باشه. بجنبید. مهدی کجا؟ آقا سید بود؟ جدی آقا سید بود؟ نشسته بود تو اتاق. آقا سید خودمون. آقا سید اینطور نشست. ولی من شک دارم سید. دستو بگیر. پشت این دیواره. بچه‌ها به هیچ وجه کلامی حرف نمیزنیم. باشه خیلی کار زشتی میکنی. از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی، جامی که مرا دیوانه کند. تا حالا یه چیلی که نزدیک دیده بودین؟ آب میوه، کیک، موز خریدار نداره؟ بیاد اینجا ببینم. نه برای خودم که نمیگم، برای بچه‌ها. بیا بشین اینجا. یعنی چی این کارا؟ ترسیدی دا قیافه ها رو. یعنی بشین اونجایی که بچه‌ها گفتن مهدی موند، گفتم خدایا من اونجا دم در که رسیدیم شارژ دوربین تموم شد. اینجا عروسک‌ها رو که دیدیم نترسیدیم، ما گفتیم تو داشتی عین چیپا فرار داشتی. گفتم بد میشه بریم. صحبت کردیم گفتیم آقا بریم. اومدیم لنگ کفش دیدیم. برای اینکه بترسونمشون گفتم بچه‌ها میدونید جن هر کیو میخوام بکشن کفشاشو در میارن. دوباره برگشتیم. اومدیم بالا یهو دیدیم یه موجود عجیب الخلقه ای اینطور نشسته. عجب القدر با منه دیگه. فکر کنم کیم پس؟ بابا من شنیده بودم نمیدونم جنا خودشونو میتونن شبیه انسان در بیارن. بعد شنیده بودم نباید باشون حرف بزنی. گفتم بچه‌ها حرف نزنید آقا سید نیست. دویدم من رفتم. بعد من اینجا مهدی مونده. اینجاها یاد این افتادم که تو ماشین خیلی لاتی کردم، گفتم من ول نمی‌کنم بچه‌ها رو با خودم اینجا. بعد که دیدم امیرعلی و عطا دور و برم هم اومدیم. رفتیم رسیدیم دوباره دم گهواره، یهو بچه‌ها گفتم مهدی موند.
امیرعلی رو اصلا نمیشد نگاش کرد. حالا عطا رو ندیدم ولی یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های زندگیم این بود که برگردم دنبال مهدی یا نه. موجود رومخی مثل مهدی خدا داشت کمک می‌کرد دستش راحت شد. دلم من بازچی دوربین اونجا تموم شد، داشتم گوشی آماده کردم با گوشی فیلم بگیرم ادامه‌شو. اینا اومدن بالا، من هنوز اون پایین بودم. یهو دیدم یهو برگشتم پایین. منم وسایل دستم بود نتونستم دنبال اینا بودم. اینا اومد دنبال من دوی دستانه کشید بالاخره برد. اون عروسکا کار شما بود؟ فضا سازی بود؟ آره. خیلی مهدی میزنه گهواره رو میگه بابا بچه خوابه میاد بیدارت میکنه. بچه الان اگه یه سگ بیفته دنبالمون مثل سگ هممون فرار میکنه. فرار معقولی هم هست دیگه، چون یه عامل خارجی واقعا هست و ترسناکه، جا داره بترسیم، ممکنه ضرری بهمون برسه، فرار میکنیم. اما الان شما ترسیدید واقعا چیزی بود که بترسونتتون؟ فکر ما قبلش هم ترسیدید. نکنید بعضی وقتا خیلی از جاها واقعا چیزی نیست که اون ما رو بترسونه و ما از اون بترسیم، بلکه صرفاً این قدرت بسیار زیاد ذهنمونه که سر بزنگاها به ما دیکته میکنه که الان باید بترسیم، با اینکه واقعا چیزی نیست، فقط ذهنمونه، خیلی قدرتش زیاده. یه داستانی میگن واقعی هم هست. یه زندانی 1-2 روز قبل از اینکه اعدام بشه از زندان فرار میکنه، میره خودشو میرسونه به سریعترین اون ریل راهنی که بوده، یه دونه قطار اونجا که ایست میکنه میپره توی یکی از اون واگونا. بعد که حرکت میکنه اون قطار میبینه که عجب خودشو حبس کرده تو قسمت یخچال قطار. یه جمله‌ای مینویسه روی در اون قطار، مینویسه از مرگ نمیشود فرار کرد. قرار بوده اعدام بشه، فرار کرده، اومده تو یخچال، در رو خودش بسته حبس شده. بعد که میرسن به مقصد، این کارکنای قطار میان در رو میزنن کنار و میبینن که اون مرده. خیلی تعجب میکنن از این که مرده. چرا تعجب میکنن؟ یخچال خاموش بوده. یخچال خاموش بوده. اما آدم مرده بوده. قدرت ذهن خیلی زیاده. خیلی از جاها تا حالا ترسیدید بدون اینکه واقعا یه عامل خارجی باشه که ترسناک باشه و سزاوار این باشه که شما رو بترسونه. فقط و فقط قدرت ذهن. ذهنم میرسه اینجوری قاطی کرد. هیچی نبود تو این روستا. فقط قدرت ذهن شما بود و اینکه فکر می‌کردید این الان اون روستایی که 210 کیلومتر اونورتره. همین. صدای بچه‌ها شما صدا کردین، یه چیزی بر وزن آ بود. بچه‌ها، عطا، یه صدای بلندی اومد تو. شاید حالا مثلا اینجا داشتیم همدیگر صدا می‌کردیم. یعنی اگه سید آدرس روستای اصلی رو به من داده بود من انقدر به فکر تلافی نمی‌افتادم. فرار بکنید باشه، اما صدا نکنید. آقا یه همچین چیزی میخواد. اینجا قفله، اینجا قفله. 81 18 یا 18 81 باز شد. همه بریم داخل. قوطی رو هم برده بودی تو اتاق فرار؟ من که نمیدونم این قوطی که میگید چیه، ولی واقعا چه دلیلی داره ما با خودمون قوطی کنسرو لوبیا ببریم اتاق فرار؟ واقعا محمد حسن اینا از اتاق فرار آوردیم رو تموم شد. من بیشتر ترسیدم خدایی محمد حسن. ولی یه چیز بگم،
الان امروزه اقتصاد ترس یکی از مطرح ترین روش های پول در آوردنه. یکی از مهمترین پیاده نظام‌ها همین ترسوندن مردم و پول گرفتن ازشونه. چیز بدی هم نیستا. شما میتونی تو یک محیط امن یه سری چیزا رو تجربه بکنی و بترسی و چون امنه مطمئنی که هیچ صدمه و آسیبی بهت نمیرسه نهایت لذت رو میبری. اگه واقعا می‌خواستی اونها رو تجربه بکنی باید کلی آسیب میدیدی. چیز آنچنان بدی هم نیست. جالبه بدونید فقط تو یک روزه جشن هالووین، یه جشن مسخره که آدما قیافه‌های ترسناک میگیرن میان همدیگه رو میترسونن، توی آمریکا فقط از راه خرده فروشی وسایل این جشن چقدر پول جابجا بشه، چقدر مردم خرج بکنن خوبه. فقط یه روزا توی آمریکا جشن هالووین یه قیافه ترسناک میگیرن میان همدیگه رو میترسونن. حدود 430 میلیون دلار. حاج عباس از همون اولش هم ترسیده بود. همشون دستشون توی کاسه بود. همشون دستشون توی کاسه بود. عباس دستتو جمع کن. چیکار کنید؟ بیا اول اینو بگیر اینجا. اینو با این دست بیار بالا سرینه بزن. نکنی تو سرش به غیب کردن نرسه. آره واسه یکم بیا اینجا ببینم. بگیر بغلش. این که اینا رو طراحی کرده خودش جادوگر بود. خب بچه الان فقط تاجیکی یه آدمی کنم. البته از 1 تا 10 با نفس ها میشون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وای وای عطا عباس گوشی. بچه فیلم بازی نکنید. عطا کجا رفت؟ بچه داره من دسته. بذار یک سرش بگیرم. اینجاست داره دست میزنه. عطا بیاین یک سرش بگیرم بیا کنار. نیست. عباس هر جنسی بشین یک سیگه ازت بگیرم. بشین. وای کلاس اولی طرفم. وای نیست ما اصلا. برو اونجا بشین. برو از تو بگیرم. برو. بچه ها اینجاست. عباس اینجاست. بگیرم این وایسا. بیا مهدی داری میگیری؟ وای آقا نیست. بچه ها مثلا نیاره دیگه. اولش فکر می‌کرد سر کارش گذاشتیم ولی وقتی عکس رو دید واقعا ترسید. آقا من خودم از اینا شوکیم. من فکر نمی‌کردم مثلا اینجوری بشه. عطا تو عکسم نیست. نگاه کن دستم محروم دستم. وایسید بچه بچه گناه داره. عباس عکس از قبل بودا. از قبل گرفته بودیم. عباس گول خوردی ها. شوخی کردیم. عباس ناراحت نشو. نگاه کن این 4 تا خط رو نگاه کن. با اینا غیب بشی الکی والا بودا. نقاشی کشیده عباس. عکس از قبل برداشت. دست دیگه نکن. شوخی کردیم دیگه. باشه چه شوخی؟ ولی خوب گول خوردی. عباس ناراحت نشو دیگه. شوخی کردیم. همه زیر سر مهدی بود. مهدی نگیر دیگه. این حرفا دیگه بس. چی شد رفتین جنگل؟ اینو بگو. جنگل. آقا سید به ما بگه برید ما نریم مرام ما نیست. ببین ای طرف فیلم ترسناک، ای طرف رفتن به روستای جنزده، اتاق فرار، غیب کردن عباس. این پازل برای من حل میکنی؟ اصلا چی شد رفتیم جنگل؟ ما رفتیم تو فاز همین کارهای ترسناک. آقا سیدم دیدن موقعیت خوبیه تا یه سفر بریم درباره این موضوع ما صحبت کنم. عباس 3 2 1 نه گوشی رو نگیر. راست میگی. دو انگوشی نگیر.
کاشگاهی بتونیم برای خودمون باشیم. زندگی همه ما مجموعه‌ای از راه‌های نرفته است. قدم‌های نزده، غذاهای نخورده، زیبایی‌های ندیده، صداهای نشنیده و در نهایت رنج‌های نکشیده است. زیرا که زندگی همگام با تمام این ندیده‌ها و نشنیده‌ها با رنج است که معنا می‌یابد. و گاه می‌توان با سفر ناز این رنج‌ها را به جان خرید. گاهی باید به کودکی برگشت و همان زمان‌هایی که شوق سفر با قطار برایمان لذت بخشتر از رسیدنمان به مقصد بود. هر چقدر سخت و بیابانی، هر چقدر سرد و بارانی، مسیر رفتن را با چشمانمان می‌بلعیدیم که مبادا حسرتی برای چشمانمان باقی بگذاریم. و زندگی کم و بیش با همین چیزهای ساده خوش است. میتوان با یک چمدان و 2 پای رفتن از بند جهان رها شد و گذاشت که سفر شبیه یک آینه ما را به خودمان نشان دهد، بی هیچ نقابی، بی هیچ حصاری. ما هستن. بله. چیکار داری میکنی؟ هیچ، یه کلبه پیدا کردم وسط جنگل، ویو ابدی عالی. خب من یکی از فانتزیام از بچگی اصلا اینه که توی کلبه چوبی وسط جنگل زندگی کنم. الان دارم نقشه‌شو میکشم که میخوایم بریم اونجا، بعد یه ذره پیاده بریم، راهو گم نکنیم. آقا انصافا این کلبه قشنگ نیست؟ چرا؟ یعنی الان میخوایم بریم اونجا؟ آره دیگه. آسایه ما رو میخوایم بسپریم دست مامان هستن؟ بله. کیسه قاب براتون نیاورده که آورده، موتور برق نیاورده که آورده. برای چی نریم؟ حالا یه کیسه خواب و یه موتور برق آورده، دلیل نمیشه 3 روز زندگیمونو بدیم دستش که. نه میدونید چیه؟ هر کسی که یه ارتباط تربیتی داره با یه نفر باید به جاش عقب نشینی بکنه. میدونی چی؟ فرض کن مثلا یه جوونه‌ای کف دستته، اگر خیلی مشتتو باز بگیری هر نسیمی که بیاد از دستت میره، باد میبرتش. اما اگرم خیلی مشتتو صفر بگیری، این جوونه اون لحظه‌ای که میخواد رشد بکنه، میخواد بزرگ بشه، تو دیگه فضایی رو براش نذاشتی که یه مرحله بره بالاتر. برای همین همون وقتی که میخواد یه مرحله بیاد رشد بکنه، تو باید مشتتو بازتر بگیری. به این میگن عقب نشینی به موقع. من قبل این سفر سری هماهنگی‌ها رو انجام دادم، هماهنگی‌های کلی. اما بعد از این همه سفرقند اومدن و سفرهایی که اومدیم مستندش رو نگرفتیم، یه وقتشه که یه ذره تجربه بکنید، ابتکار عمل با شما باشه، برنامه‌ریزی کنید، همه چیزو بردارید، مدیریت بکنید تا ببینیم چی میشه. البته امیدوارم که خدا به خیر بگذرونه. ان با تجهیزات کامل هم اومدیم. بله، وسایل آوردیم کامل. کیسه خواب که هست، یه جفت پوتین جنگلی. جنگلی نیست، جنگیه. من برای جنگل استفاده میکنم، حالا شما که نمیخوای استفاده کنی، برای منه. عصای پیاده روی. یه چیز خیلی مهم داریم، جعبه کمک‌های اولیه. بله. خیلی مسئولیت جمع و بپذیری، باید این چیزا رو هم به دوش خودت بکشی دیگه. شما قول بده یه چیزیت بشه، من یاد میگیرم استفاده کنم. 1 عدد چراغ قوه. چی داریم؟ آها، از این چراغ قوه هم داریم. چی؟ کلاه هم که برای خودمه. نه نیازه. قاشق چنگال همه کاره، اینم برای خودمه. آها، یه چیز مهم، نوار خطر. باید دور محل اسکان خودمون بکشیم. اینا رو حیوونا میبینن نمیان سمتمون؟ نه خیر، شما میبینی سمت حیوونا نمیری. یه چیز کاربردی دیگه هم داریم. مگه اونجا برق هست؟ آره، موتور برق پس کی آورده؟ من آوردم دیگه. قمقمه هم داریم، تشنمون بشه میتونیم ازش استفاده کنیم.
وقت اینجا با بچه‌ها منتظر این مینیبوس چیزی هستیم. حالا بعد از کلی معطلی یا آقا کاظم پیدا کردیم راننده نیسان آبی، با ایشون ان شاءالله می‌خوایم بریم سمت قله‌های سوادکو. یا علی. آقا اینا از همون اولش هم می‌خواستن ما رو بترسونن. آقا آدم با نیسان میره جنگل؟ نیسان؟ همین آبیا دیگه. ترس داره مگه؟ خب آره ترس داره. داریم میریم به سمت ارتفاعات سوادکوه، اون کلبه‌ای که محمد حسن پیدا کرده بود رو بریم ببینیم چه خبره. هوا هم مه شده، یه حالت ترسناکی هم داره، به درد مستند ما هم میخوره. آقای قاسم صرافان هم یه شعر گفته بودن برای تیتراژ، بریم اونو تمرین کنیم ببینیم چی میشه. حله؟ آره بکنم یه 2 بند اول رو آماده باشیم. چی خندی؟ وقتی تو هم بخونی ها، حواسم بهت هست. اول راه زندگی، اول شعر. 1 2 3 رو میگیم محمد حسن. 1 2 3 بریم. اول راه زندگی میترسی حتی از تاریکی، حس میکنی دنیا خطر، تو کمینت همین نزدیکی. لا 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 لا. هر چیزی رو که نمیشناسی، هر چیزی رو که نمیشناسی، بلندتر ذره. هر چیزی رو که نمیشناسی، هر چیزی که واسط مثل یه کابوس میشه. لا 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 لا. یه عباس آقا ببخشید نگفتم اینجا رو برای شما آسفالت کنن. کنار این جاده‌ای که ما داریم میریم یه تنه درخت قدیمی افتاده. تنه درخت حتما حواسمون نبوده، ازش رد شدیم ندیدیمش، ولی مهم اینه نشونه بعدی سر جاش بود. من یه کوله پشتی به اون بزرگی پر وسیله رو سالم رسوندم، این بشر 2 تا دونه تخم مرغ رو نتونه سالم نگه داره. اینم کلبه وسط جنگل. حالا هی بگید محمد حسن بلد نیست، هی منو بترسونید. اینم کلبه. معلوم نبود ما رو کجا میبره و چیری که ما اشتباه کرد. اینجا که اصلا اونجایی نیست که تو بردیشون. هدف چی بود؟ تو کوچیک میشن، محو میشن کم کم سایه ها، روشنی ها بهت نزدیک میشن، روشنی ها بهت نزدیک میشن. نگاه کن به قلبایی که نمیترسن از تیر و ترکشی، کمون شجاعت و غیرت و بردار، آره تو واسه این خاک آرشی. تا وقتی باورت کوهه چیزی واسه ترسیدن نیست، تا وقتی روحت آروده سدی واسه نرسیدن نیست. به خدا
ای